کمیته تفتیشاتی قضیه دو برادر توجیک و لطوکوب یکی از آنها در شعبه پلیس مسکو را شروع کرده است. فرهاد و اسدالله سولیف روز 13 ینور در پی ماجرای خود با دو کارمند پلیس برای دشنام دادن در جایهای جمعیتی جریمه شدند. بر علاوه یکی از آنها که شهروند تاجیکستان بود بازداشت و لطوکوب گردید. بعد مداخله حامیان حقوق فرهاد سولیف از بازداشت رها شد. ما با آنها عریضه شکایتی رو تیار کرده دادیم که آنها به پروکراتورا و سلیسین کمیته برده سپاریدن و حجت یک ماه این همه کار سنجیده می شود و باوری داریم که پلیس هایی که چنین یک رفتاری غیر انسانی کردن به جوابگری کشیده می شوند و این چنین اون جریمه که به آنها نوشتن بیکار کرده می شود. هرچند برادران فرهاد و اسدالله سولیف میگویند میلیساها را دشنام ندادند ولی زیر این عیبنامه امضا گذاشتند. طور بعدا معلوم شد آنها با توصیه حامیان حقوق مهاجران این عیبنامه را پذیرفتند تا اینکه بعدا از روی عمل کارمندان پلیس به مقامات دخلدار شکایت نمایند. ضمن جریان بحث این دو برادر با کارمندان حفظی حقوق ثبت شده و در اختیار کمیته تفتیشاتی و دادستانی واگذار شده است.